اینجا یک مزرعه فلفل هست که برای بار اول خدمت شما عرض کنم که ایجاد شده توسط بنده. همونطوری که میبینیم ماشاءالله فلفل ها خیلی سرحال، قبراق و نشاط هستن و اون به خاطر عشقی که ما به اینها دادیم و نتیجهش هم بازخورد اون عشقه که ایجاد شده. میبینین که پر از فلفل هم، فلفل قرمز هم چی دارن و امروز میخواهیم چیکار کنیم؟ ترشی فلفل از همین مزرعه بذاریم. گرجه هم که اینجا میبینین در سایه خدمت شما عرض کنم که چند تا بسته